لیکچر نمبر 4 کې بنان ورځ در لیکچر امروزی ما چند نکات امروز بحث میکنیم. یکی یک الگوریتم دیگه سوپروایز لرنینگ میخوانیم و بعد از او موضوع دیگه که است او پروگرامینگ لنگویج است. یعنی پروگرامینگ لنگویج یعنی چی و به خاطر ماشین لرنینگ ما کدام پروگرامینگ لنگویج کدام نوع پروگرامینگ لنگویج داریم و کدام یکی ما انتخاب میکنیم و در او کار میکنیم در آینده. و بعد از او آیدی داریم. آیدی یعنی چی و کدام آیدی در ماشین لرنینگ استفاده میشه. این سه چهار موضوعات امروز بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Logistic regression. We had in previous lecture the linear regression and today we have the logistic regression. Both of them are the supervised machine learning algorithms, but there are some differences. The logistic regression or linear regression دواړه د machine learning د supervised machine learning algorithms دي. هر دوی ازنا الگوریتمای supervised learning است. ما linear regression خواندیم، امروز logistic regression میخوانیم و میبینیم تفاوت‌ها بین logistic و linear چی است و اپلیکیشن هایی که لینیر دا و استفاده میشه و اپلیکیشن هایی که لاجستیک ریگریشن دا و استفاده میشه میخوانیم. اول نخست میایم ایرا تعریف میکنیم که لینیر ریگریشن چی فرق داره. definition یا تعریف لاجستیک ریگریشن قسمی است که لاجستیک ریگریشن is one of the supervised learning algorithms that is used for classification. بسیار واضح، بسیار خلاص، بسیار ساده. لاجستیک ریگریشن یکی از الگوریتم‌های supervised learning است که به خاطر کلاسیفیکیشن یا کاتگورایزیشن استفاده میشه یا هم ساده تر بگیم که به خاطر گروپ بندی استفاده میشه. لاجستیک ریگریشن یکی از الگوریتم‌های ماشین لرنینگ یا هم سوپروایزد ماشین لرنینگ است که به خاطر گروپ بندی استفاده میشه یا به خاطر کلاسیفیکیشن استفاده میشه. تعریف دومی چی میگه؟ Logistic regression is a supervised machine learning algorithm used for classification problems. به خاطر حل گروپ بندی استفاده میشه. Where the goal is predict to a categorical outcome. هدف از logistic regression چی است؟ یا امو گول logistic regression چی است؟ این هدفش است که به شما یک outcome یا نتیجه گروپ بندی را بده بر شما. categorical outcome بر شما بده. Such as مثلا yes یا no. دو گروپ ما داریم. Yes, no. یا هم دو classes ما داریم. Yes, no. So our outcome will be one of these two outcomes. Maybe it will be yes and maybe it is no. So both of them can be our outcome or output. For example, spam, not spam. So there are two categories, spam, not spam. So the output of the logistic regression will be one of these two categories. Or مثال دیگه disease, no disease. ناروغی هست نیست. یعنی مثبت یا منفی. فرض مثال شما برید در لابراتوار خون شما رو میگیره به خاطر معاینه ملاریا یا به خاطر معاینه HBC یا دیگه مرضی. اوجا بر شما میگه که مثلا MP پوزیتیو MP نگاتیو یا هم HBS پوزیتیو HBS نگاتیو. یکی از دو احتمالات آماده میتونه یا مثبت یا منفی. پس این کار کی میکنه در ماشین لرنینگ؟ ایرا لاجستیک ریگریشن میکنه. در لینیر ریگریشن ما نتیجه ما یک نمبر بود، مثلا 10 8 9 100 111 مثلا یک نمبر خواهد بود. او را ما کانتینیوس ویلیو میخواندیم. کانتینیوس ویلیو اینجا فقط گروپ است، مثلا 0 یا 1 yes یا no. این فرق لاجستیک و لینیر ریگریشن ده است. دیگه د لاجستیک ریگریشن چی است؟ چی میگه؟ چه قسم کار میکنه لاجستیک ریگریشن؟ unlike linear regression. این قسم linear regression کار نمیکنه. unlike linear regression which predicts continuous values. ما گفتم در پیشتر به جملات که این قسم کار میکنه، قسمی که linear regression کار نمیکنه. مثلا قسمی که linear regression کار میکنه این او قسم کار نمیکنه. linear regression continuous values برای ما میداد. مثلا ما پیشتر گفتم نتیجه میداد که 80 90 100 این continuous values میگه. پس این او قسم کار نمیکنه. این برای ما continuous values نمیده. Logistic regression predicts the probability that an observation belongs to a particular class. این برای ما probability میده، احتمال میده برای ما. مثلا نتیجه برای ما میده که
0 یا 1 یا یس یا نو. فهمیدی؟ احتمال داره که یس باشه، احتمال داره که نو باشه، احتمال داره که 0 باشه، احتمالاً که یا 1 باشه. It uses the sigmoid logistic function. Sigmoid logistic function فرمولا یا هم فانکشن logistic function است. فهمیدی؟ اگر شما کسی سوال کرد که logistic regression کدام فانکشن استفاده میکنه، شما برشان میگی که sigmoid logistic function. اینجا ما ناوردیم خود باز در وقت پرکتیکال کار میکنیم که شما آشنا میشین. Sigmoid logistic function is the function of logistic regression to convert any real value number into a probability between 0 and 1. فهمیدین؟ مثلا ای sigmoid function استفاده میکنه و ای sigmoid function چی کار میکنه؟ any real value number. مثلا یک نمبر بر شما تبدیل میکنه ای در بین 0 یا 1 یکش بر شما انتخاب میکنه، یا 0 یا 1. قوانین ای sigmoid function چی است؟ قوانین ای sigmoid function است اگر نتیجه if the probability اگر نتیجه یا هم احتمالی که به دست آورده شده او کلان یا هم مساوی امرای 0.5 بود. If the probability is equal or greater than 0.5 so the predicted class will be 1. اگر احتمال مساوی یا هم کلانتر از 0.5 بود پس در این صورت کلاسی به دست آورده ما که است او 1 است. ساده ژبه کې درته وایم که چیرته نتیجه 0.5 یا هم د دې سره مساوي و یا د 0.5 نه بره و یا غټ و، نو دغه کلاس چې کوم موږ ته پریډکټ شوی دی یا وړاندوینه شوې د دې کلاس دا به د یو سره مساوي. که چیرته احتمال داسې و چې نتیجه د 0.5 نه ښکته وه if the probability is less than 0.5 so the predicted class will be 0. نو په دغه صورت کې به موږ سره کلاس 0 وي. so sigmoid function موږ سره څه کار کوي چې د 0.5 او بخې د 0 او د 1 ترمنځ موږ سره احتمال یا هم ریزلټ موږ سره ټاکي. یا به تاسو د 0.5 نه لوړ د عدد تر کې یا به ښکته نمبر ته جوړئ. نو په بره یا مساوي حالت کې به تاسو سره کلاس 1 وي او د ښکته حالت کې به تاسو سره کلاس 0 وي. نو we will have two classes in case if we have two classes. but the logistic regression ما دو کلاس هم شاید داشته باشیم، از دو زیاتر هم داریم. خب پیشتر در سلاید آینده است میبینیم که type of logistic regression. مثلا اگر در صورتی که یک دو کلاس باشه، در صورتی که ملتی کلاسز باشه پورا میخوانیم. این logistic regression types of logistic regression ما امی گپ که پیشتر گفتم مردان که types یا اقسام logistic regression چند اقسام داره. اول یا نخست binary logistic regression. binary logistic regression در این حالت ما two classes داریم. امی اگزامپل گذشته را که ما گفتم. The binary logistic regression we have two classes. The example pass fail. We have two classes. Class number 1 pass, class number 2 fail. For example, yes, no. So if you face the question like this, کچېرته تاسو دغه سي پښتنو سره مخ شئ په کویزز کې یا هم په نورو کمپټیشنز کې چې تاسو ته وایي داسې تاسو ته اگزامپل راوړئ او تاسو ته وایي چې دا کوم نوع د logistic regression ده. So definitely you will answer the question that this is a binary logistic regression. Why? Because it has only two classes. ځکه چې دا صرف دوه کلاس لري. Class number 1, class number 2. So in this situation we can call this regression binary logistic regression. So type number 2 multinomial logistic regression. ای کدام قسمی از logistic regression است؟ more than two unordered classes. ای زیاتر از دو غیر منظم کلاس داشته می باشه. مثلا example predicting animal species. صحیح ده؟ د وړاندوینه د حیواناتو د مختلفو کورنیو څخه. صحیح ده؟ د مختلفو کورنیو د حیواناتو د غیر وړاندوینه چې په هغه کې مختلف types of animals راتلی شي یا مختلف families of animals راتلی شي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره د دوو کلاسونو زیات شو. نو دې ته multinomial logistic regression وایي. بل د ordinal logistic regression. In ordinal logistic regression we have ordered categories. ما گروپ های یا هم کاتگوری منظم داریم. order که منظم شده باشه. For example ratings. صحیح ده؟ ratings موږ ورکو تاسو په زیاتره اپلیکیشنز کې لیدلی الټا stars صحیح ده؟ نو دا ratings data ordinal logistic regression وایي چې کله تاسو سره ordered categories راځي. For example we have category poor, we have fair, we have good, we have excellent. So this is ordered. Let's see, poor, fair, good, excellent. So this is called unordered, and this is called unordered categories. If you see the categories or the classes of a regression like this, so you can call this regression as an ordinal logistic regression.
صحیح ده کلم چې تاسو د سي کټګوري د پلاجستیک ریګریشن کې ګورئ تاسو ویل شئ چې دیتا آردینل لاجستیک ریګریشن وایي ولې ورته وایي ځکه دا منظم شوی دي منظم کټګوریز دي poor fair good excellent صحیح ده نو we have these common types of logistic regressions صحیح ده ډېر عام او ډېر استعمال والا دا یو دی صحیح ده two classes دا applications د دې راځي بسیار عام و بسیار استعمال که میشه اول باینری لاجستیک ریگریشن است استعمال و اپلیکیشن از این میاد اسلاید آینده که با کدام نوع مشکلات استفاده میشه یا در کدام عرصه استفاده میشه باینری لاجستیک ریگریشن applications of logistic regressions email spam detection we have seen in the previous slides that we can use logistic regression for spam or not spam emails so email spam detection شما میبینید در ایمیل های خود که یک گروپ داریم ما در لیست چپ در ایمیل settings که spam emails so all the emails that are spam will be directly stored in that box or folder so the email spam detection models or policies use the logistic regression the email spam detection the پاره چې کوم algorithms use کیږي هغه logistic regression صحیح ده بل application the disease diagnosis بخاطر تشخیصی امراض استفاده میشه مثلا مدل میسازیم که او برای ما تشخیص میکنه که این مریض مرض قلبی داره یا نداره دو کلاس خب مرض شکر داره نداره یا هم مرض دیگر تشخیص میکنه تیومر داره نداره یا هم اقسام زیادی از امراض تشخیص کده میتونن توسط logistic regression credit risk assessment په دې کې موږ استفاده کولای شو customer churn prediction څه دا وایي customer churn prediction چې رامیږي customer churn prediction یې رامیږي مثلا companies او د مای جولای او 100 customers دا ولی د مای اگست ای کستومر با پایین میاد نمبرش پایین میاد 70 80 90 ایره کستومر چان میگه کمبود یا کاهش در نمبر مشتری کاهش در تعداد مشتری ایره کستومر چان میگه پس شما میتونین که لاجستیک ریگریشن استفاده کنین به خاطر بیزنس خود به خاطر کمپانی خود به خاطر دفاتر خود و بر شما پردیکت کنه که کستومر شما توسط اگر شما این پالیسی را استفاده بکنین یا پلانینگ شما ایتو روان باشه کستومر چند پردکشن در این حالت خواهد بود در ماه آینده شما اینقدر کستومر خواهد داشتید در سال آینده شما اینقدر کستومر خواهد داشتید این کستومر چند پردکشن میگه یا هم شاید زیاد باشه زیاد شده بره دیگه sentiment analysis what is sentiment analysis چی را میگه sentiment چی را میگه اصلا sentiment مثلا شما یک جمله نوشته میکنین و او مدل ایرا انالایز میکنه که مطلب از این چیست ای پوزیتیو تینکینگ است نگاتیو تینکینگ است یا هم نیوترال است فهمیدین ایرا سنتیمنت انالیسیس میگه مثلا شما یک جمله نوشته میکنین که مثلا یک جای یک جمله است for example I saw Ahmad he was writing very good novels so the result of this analysis will be positive کچرتا اگر شما به مدل این جمله بتین و برشان بگین که را ما انالایز کو که این مثبت است یا منفی است یا هم نیوترال است سو در این صورت این جمله را میخوانه و برای شما جواب میده که این یک جمله مثبت است یا هم یک جمله یک فکر مثبت است فهمیدین دیگه fraud detection مثلا در هر بخش فراد میشه شده میتونه پس در این fraud detection شما میتونین استفاده از لاجستیک ریگریشن بکنین و فراد بر شما دیتکت کنن یا هم مثلا فراد در فارسی چی میگه در پشتو تخلف صحیح است میتونین دیتکت کنین که تخلف صورت گرفته یا هم نگرفته یا خطر تخلف است یا نیست شما این اپلیکیشن ها ما شما میبینین در زندگی امروز که بسیار ضرور است و بسیار زیاد استفاده از این میکنیم لیکن تا امروز نمیفهمیدیم که این اپلیکیشن ها یا هم در این عرصه که برای ما شما خدمات میده چی کدام نوع الگوریتم یا استفاده میکنه یا چی استفاده میکنه که برای ما ایتو خدمات درس میکنه پس در این اپلیکیشنز یا در این عرصه کلش لاجستیک ریگریشن استفاده میشه اوس د نن ورځې د لیکچر دوهم پارت ته ځو تر اوسه خو تر دې ځایه موږ سوپروایزډ لرنینګ الګوریتم یو بل الګوریتم ډسکس کوو د دې نه بعد بل پارت ته ځو یو یادوري غواړم وکړم چې سوپروایزډ لرنینګ الګوریتم زیات دي نو موږ داسې نشو کړی چې یوه ورځ ټول یو الګوریتم ته ورکړو زموږ لیکچر به ډیوایډ وي
یا لکچر ما تقسیم میکنیم که مثلا نیم لکچر با یکی از الگوریتما میتیم که او رو تشریح میکنیم میخوانیم و نیم لکچر یک موضوع دیگه امرایش میخوانیم. همین تو کار آستا آستا میریم تا که سوپروایز لرنینگ الگوریتم تا حدی که برای ما ضرورت است تا او حد تمام الگوریتما را آشنا شویم و بعد از او به خاطر عملی ساختن الگوریتما چیزایی که ضرور است مثلا پروگرامینگ لنگویج مثلا IDs این چیزا رو امرایشان آستا آستا میخوانیم. درست است؟ همین قسم پیش میریم. اگر این قسم لکچر یا درس دادن بر شما خواسته بود یا نمیتونستین که چیزی اخذ کنیم مشکل ما ندارم، برای ما در ایمیل بگوین، در میسیج بگوین یا کسی دیگر بگوین که ما را بگه که طریقه خود تغییر بدین. هیچ مشکل نیست. دایس خو لکچر ما شما بسیار فرندلی می باشه و هر مشکلی که بر شما رخ میشه مثلا لهجه ما شما نمیفهمین یا در طریقه ما که لکچر ما نمیکنیم یا اسلاید بر شما بسیار واضح معلوم. Programming language is a formal language used to write instructions that tell a computer what to do. درست است؟ یک زبان رسمی است که کامپیوتر میگه یا زبان رسمی است در او معلومات نوشته میکنیم یا هدایات نوشته میکنیم که این هدایات کامپیوتر میگه که چی باید بکنه. یک تعریف programming language. تعریف دیگه programming language. A programming language is a language that humans use to communicate with computers by writing instructions called programs. این یک زبانی است که توسط انسان استفاده میشه تا امرای کامپیوتر کامیونیکیت داشته باشه یا محاوره بکنه. By writing instructions called programs. محاوره توسط چی؟ توسط writing instruction یا توسط نوشته کردن هدایات. و این هدایات چی میگه؟ این هدایات programs میگه. صحیح کوئی جمع دو تعریف یاد گرفتیم. یک تعریف programming language دیگه هم تعریف instructions. Instructions are called programs. از این خاطر این زبانه پروگرامینگ لنگویج میگه که دایی ما اینستراکشن نوشته میکنیم و اینستراکشن چی میگه؟ پروگرامز رو میگه. از این خاطر این پروگرامینگ لنگویج میگه. میایم علی میبینیم که در پروگرامینگ لنگویجز دیگه چی است؟ ریال لایف انالوجی. میبینیم که در زندگی روزانه چی است و چطور میدانیم پروگرامینگ لنگویج با زبان ساده بر شما تشریح بکنیم. Imagine you are giving directions to a taxi driver. فرض مثال شما یک تاکسی درایور ادرس میدین یا هدایت میدین که اینجا ما را برسان. فرض مثال ما برشان میگیم یا شما برشان یک تاکسی درایور میگین کماند میدین برشان یا هدایت میدین برشان ادرس میدین برشان take me to the university کماند دادین برشان. استاد گفتیم تاکسی درایور مثلا در کابل هستین در تاکسی میشینین استاد کجا میری یا مثلا در بس میگیری استاد تا فروشگاه ما را چند میبرین 100 روپیه بشه. پس شما برشان گفتین که فروشگاه ما را برسان او خودش امو را میره که رای که در فروشگاه رفته باشه. پروگرامینگ لنگویج هم همین قسم است. ما در کامپیوتر میگیم که او بیا در کامپیوتر جان این کار برای ما بکو. او در زبان پروگرامینگ برشان میگیم. در زبان خود کامپیوتر برشان میگیم. فهمیدین؟ پس از این خاطر اینا پروگرامینگ لنگویج میگه. مثلا پروگرامینگ لنگویج اهمیت یک چیزی است. مثلا شما با تاکسی درایور گفتین که ما را در فروشگاه برسان یا در کارتیچار برسان دیگه جای برسان کماند دادین برشان. پس او تاکسی درایور میفهمه او کار شما رو میرسونه اونجا. همه قسم پروگرامینگ لنگویج است. ما با کامپیوتر کماند نوشته میکنیم کامپیوتر امو تو کار بر ما میکنه که شما چیزی که از او خواستین لیکن این زبان خود کامپیوتر باشه. اینجا یک دیگه مثال هم بر شما میدم. مثلا تاکسی را گرفتین تاکسی وان کی است یا تاکسی درایور کی است او پشتو نمیفهمه یا تاکسی درایور فارسی نمیفهمه. شما برشان در پشتو میگین که استاد ما فروشگاه ته ورسوه. هغه ستاسو خبره نه پوهیږي. صحیح ده سر نه خلاصيږي ستاسو خبره. تا دا کار نشي کولای تا نشي بوله یا کوي کې درست شکل بنوي. صحیح ده نو دلته فوکس دا دی چې تاسو به انستراکشن لیکي خو د کمپیوټر په خپل ژبه کې سما انستراکشن نوشته میکنین د زبان کمپیوټر زبان پروگرامینگ کې میگم فرست کمپیوټر هم کار باشه میگم دای حالا ډرایور چې میکنه follows your instruction and take you there هدایت شما را تعقیب میکنه و شما را اوجا میرسونه. similarly in programming ما اینجا گفتم پروگرامر امو کسی را میگه که پروگرام نوشته میکنه یا کماندز یا انستراکشن نوشته میکنه. writes instruction in Python is one of the programming languages. Python یکی از زبانهای کامپیوتر است یا پروگرامینگ است. پروگرامر چیکار میکنه؟ نوشته میکنه instruction in Python. کامپیوتر برای چی میکنه؟ execute those instruction to perform task. چیزی که شما نوشته کردین کامپیوتر او را execute میکنه. execute مثلا run میکنه، میخوانه. میخواندن execute میگه. میفهمین؟ execute میکنه و چیزی که خواستین اگر به شکل درست خواسته بودین او را برای شما انجام میدن. پس اینا زبان پروگرامینگ یا زبان کامپیوتر میگه. پروگرامینگ لنگویجز میگه. example امو مثلا د C++ د جاوا د
the C sharp, the Python example. Suppose you want the computer to add two numbers. یک اگزامپل پروگرامینگ لنگویج بسیار ساده. مثلا کامپیوتر شما پروگرام نوشته میکنید که دو نمبر برای ما جمع کو. یه بسیار اگزامپل بسیار ساده است. خب یک لاین که شما میبینید چی است؟ این پروگرامینگ اینستراکشن یا پروگرامینگ کماند است. در زبان‌های مختلف سنتکس مختلف داشته میشه. مثلا در پایتون یک نوشته میشه، در سی پلاس پلاس دیگه قسم نوشته میشه، در جاوا دیگه قسم نوشته میشه، در سی شارپ دیگه قسم نوشته میشه. هر زبان سنتکس از خود سنتکس داره یا از خود شکل داره. فهمیدین؟ فرموله داره، از خود سمبولز داره. خب چرا ما پروگرامینگ لنگویج ضرورت داریم؟ به خاطر چی ما پروگرامینگ لنگویج میخوانیم یا به خاطر چی ضرور است؟ Programming languages allow us to create. ما پروگرامینگ لنگویج میخوانیم یا ضرورت داریم به خاطر اینکه ما را اجازه میده که بسازیم یا جور کنیم از اینها را. مثلا وبسایتس بسازیم، موبایل اپلیکیشنز بسازیم، دسکتاپ سافتویرز بسازیم، جور کنیم، دیولپ کنیم، گیم ها را بسازیم، artificial intelligence AI مدلز بسازیم یا هم ماشین لرنینگ مدلز بسازیم، روبوتس را جور کنیم، اپریتینگ سیستمز بسازیم. چیزی که شما به نام سافتویرز میشناسین، اگر میخواین دو کار کنیم و بسازیم، پس شما باید پروگرامینگ لنگویج بلد باشین و خوانده باشین. پس موضوع ما شما که از ماشین لرنینگ است، از این خاطر ما خواستم یک تچ یا هم یک تعارف امرای پروگرامینگ لنگویج داشته باشیم و استا میایم در موضوع خود که کدام پروگرامینگ لنگویج با ما ضرورت است که ما به خاطر ماشین لرنینگ باید بخوانیم و او را یاد بگیریم. اگر شما میخواین در این اپلیکیشن ها کار کنین یا در این عرصه کار کنین، باید پروگرامینگ لنگویج بلد باشین. پس ما شما در این عرصه حال فعلا میخوایم پیش بریم، از این خاطر ما میخوانیم پروگرامینگ لنگویجی که برای ما ضرورت است در ماشین لرنینگ او را میریم و معرفی میشیم و میخوانیم. کامینگ پروگرام پیش از اینکه در ماشین لرنینگ مدلز بریم یا در ماشین لرنینگ لنگویجز بریم، اول یک مرور امرای سر پروگرامینگ لنگویج هایی که کامن است، عام است، سر زوم میکنیم که کدام نوع زبانه یا کدام زبانه موجود است فعلا. کامن پروگرامینگ لنگویج زبان هایی که امروز عام است، استفاده زیاد از اون میشه، او پایتون است، جاوا، سی پلاس پلاس، سی شارپ، جاوا اسکریپت، آر، گو و سویفت. بسیار زیاد زبان ها وجود داره. شاید این تا 1000 زبان هم باشه. ما دقیقاً معلوم نیست که مثلا یک حد معلوم نیست که مثلا programming languages are 100. No, there are no limitation. There are no limitation in programming languages. And I don't know the specific number of programming languages. که مثلا ما نمیفهمم خلاص که دقیق مثلا 100 یا 100 programming languages. شاید زیاد باشه، شاید 1000 باشه، شاید از هم زیاد باشه. چرا که هر روز با روز تکنولوژی اپدیت شده میره و زبان ها هم زیاد شده میره. این امو زبان هایی است که عام است، استفاده از این بسیار زیاد است. پایتون است، جاوا، سی پلاس پلاس، سی شارپ، جاوا اسکریپت، آر، گو و سویفت. این هر یک از در یک عرصه خاص استعمال داره. مثلا پایتون در ماشین لرنینگ، جاوا در دسکتاپ اپلیکیشن، سی شارپ، سی پلاس پلاس مثلا در گیمینگ، سی شارپ مثلا در عرصه دیگه، جاوا اسکریپت مثلا در وبسایت دیولپمنت، آر مثلا در دیگه، در گو در یک عرصه دیگه، این سویفت در یک عرصه دیگه. هر یک از در یک خاص ساحه کار میکنه و استفاده از اون زیاد میشه. اینجا ما چرا پایتون هایلایت کردیم یا بولد کردیم؟ از این خاطر که پایتون is the most commonly used programming languages in machine learning. و ماشین لرنینگ که ټول نه زیات استفاده کیدونکې ژبه چې دا د پروګرامینګ هغه پایتون ده. په پایتون کې اکثره ماشین لرنینګ ماډلز ډیولپ شوي دي. پروګرامینګ لنګویجز فار ماشین لرنینگ ماډلز، زبان هایی که به خاطر ماشین لرنینگ ماډلز استفاده میشه یا د او جور میشه یا ډیولپ میشه، او زبان ها اینجا ما لیست کردیم. پایتون زبانی است که در او استفاده از در ماشین لرنینگ بسیار زیاد است. آر، جاوا، سی پلاس پلاس، جولیا، متلب، JavaScript, Scala and SQL. These are the languages that are used in machine learning models or in developing the machine learning models. زبان های است که در ماشین لرنینگ در develop یا در ساختن ماشین لرنینگ مدلز استفاده میشه. این زبان است. پس پایتون بازم در صف اول است و استفاده از بسیار زیاد میشه. پایتون. حالا میخوانیم که چرا پایتون most popular است و چی خوبی داره. Python most popular in machine learning models. Why is Python the number one choice? فهمیدین چرا پایتون در صف اول یا در لاین اول قرار داره؟ از این خاطر که ایزی سینتکس داره، شکلش بسیار ساده است، سمبولایزی بسیار ساده است و نوشتن ایزی بسیار ساده است، beginner friendly
به مردمی که در ماشین لرنینگ نو است فهمیدی به اونها بسیار فرندلی است. هیوج کامیونیتی بسیار زیاد چی داره یوزرها داره استفاده میشه. thousands of machine learning libraries thousands of machine learning libraries. شما در درس‌های آینده میخوانید که لیبرری یعنی چی، فهمیدی؟ لیبرری یعنی چی؟ thousands of machine learning libraries. پایتون از هزارها ماشین لرنینگ لیبرریز داره، از این خاطر به ماشین لرنینگ بسیار مفید است و استفاده از این آسان است. ماشین لرنینگ used by universities and companies worldwide. استفاده از پایتون در یونیورسیتی ها یا هم در کمپانی ها استفاده میشه به سطح جهانی، فهمیدین؟ خب popular libraries of machine learning. ما هی تلفن جواب میتونم بسیار نفر چیستا می تو زنگا میزنه. خب یک دقیقه بله دلتا ملالا دیگه کلاس موز لازم دا کلاس اخلم بیرته مسیج کوم کلاس کې کلاس اخلم مسیج کوم درته کلاس کې. خب بسیار میبخشین. ما پایتون گفتیم و خوبی پایتون گفتیم که چرا در نمبر اول است و چرا ما باید پایتون چی کنیم، استفاده از پایتون بکنیم. ما اینجا یک جمله داشتیم دایی خواندیم که thousands of machine learning libraries. پایتون استفاده از ماشین لرنینگ لیبرریز میکنه که به هزارها ماشین لرنینگ لیبرریز که پایتون داره. لیبرری یعنی چی؟ لیبرری مثلا پاپولار لیبرریز ما داریم نمپی، پنداز، متپلات، لیب، همین قسم سایکیت-لرن، تنسفلو، پایتورچ and keras. These are machine learning libraries. اینا برای شما صرف مثال شاوردم. شما دو دیدین که با هزارها لیبرری موجود است در ماشین لرنینگ. دیگه ما باز میخوانیم که لیبرری یعنی چی و چرا ما از لیبرری استفاده میکنیم. یا هر لیبرری از خود استعمال داره، استفاده داره. مثلا با انالیسیس شما شاید ضرورت پیدا باشه که نمپیر استفاده کنید، پنداز یا هر چیز دیگه، متپلاتلیب به خاطر که مثلا شما گرافیکال دیتا را پرزنت میکنید در اون حالت متپلاتلیب. سایکیت-لرن امو لیبرری است که امروز که ما خواندیم مثلا لینیر ریگریشن و لاجستیک ریگریشن تمامش تعریفای یا فرمولا یا فانکشنای کل امی سوپروایز و ان سوپروایز لرنینگ در ایس داخل زی است. اگر شما بخواید که مثلا استفاده از چی بکنین، لینیر ریگریشن بکنین، یک مدل بسازین، شما باید این لیبرری را در پروگرام خود اینکلود بکنین، در پروگرام خود امپورت بکنین. چه قسمی اینکلود بکنیم، چه قسم امپورت بکنیم در پروگرام خود، ایرا در درس آینده میخوانیم عملی. تنسفلو یم لیبرریز تا پایتورچ کراز تمامشان لیبرریز. شاید ما از زیاتر بخوانیم، زیاتر استفاده بکنیم، لیکن ایرا بر شما پاپولار و کامن که از او را آوردیم. صحیح است. خب ماشین لرنینگ پروگرامینگ لنگویجز. خب به خاطر اینجا ما آوردیم که ماشین لرنینگ یا پروگرامینگ لنگویج جز که در ماشین لرنینگ استفاده میشه او در کدام عرصه یا کدام اپلیکیشن ها برای ماجرا میکنه. مثلا در پایتون شما میتونید چی را بسازید، یا در کدام عرصه ماشین لرنینگ استفاده میشه. در ماشین لرنینگ شما میتونید استفاده کنید پروگرامینگ لنگویج. صحیح است. دیپ لرنینگ میتونید، کامپیوتر ویژن شما میتونید استفاده بکنید، نیچرال لنگویج پروسسینگ میتونید پروگرامینگ لنگویج استفاده بکنید. همه قسم دیتا ساینس، اگر دیتا ساینس کار میکنید شما باید یک پروگرامینگ لنگویج یا هم پایتون میتونه در این عرصه شما را کمک کنه و استفاده کنید. مثلا پایتون شما میتونید در این اپلیکیشن ها استفاده بکنین یا در این عرصه کار بکنین. خب آیدی را میخوانیم، باز ختم میکنیم. چند سلاید مانده؟ 3 سلاید. خیر آیدی را در لکچر دیگه ما اضافه میکنم که سر شما بوج نشه و خسته نشه کلاس بر شما، چون وقت امروز یاد گرفتیم. امروز ما چند چیز خواندیم. خب یک مرور میکنیم سرشان. مثلا یکی لاجستیک ریگریشن خواندیم، تعریفش خواندیم و خواندیم که چه قسمی کار میکنه. دیگه تایپس اف لاجستیک ریگریشن خواندیم، موضوع دومی ما بود. و خواندیم که اپلیکیشن اف لاجستیک ریگریشن یعنی چی. و پروگرامینگ لنگویج خواندیم، تعریفش خواندیم. پروگرامینگ لنگویج مثلا اگزامپلایش اینجا خواندیم و خواندیم که پروگرامینگ لنگویج در کدام عرصه استفاده میشه، به خاطر چی ما پروگرامینگ لنگویج استفاده میکنیم یا میخوانیم. خواندیم که در این عرصه استفاده میشه.
و دیگه خواندیم که کامن پروگرامینگ لنگویجز کدام است. این پروگرامینگ لنگویجز ما تشریح کردیم و خواندیم که این عام و استفاده زیاد که میشه و پروگرامینگ لنگویجز هست. همه قسم ماشین لرنینگ کدام پروگرامینگ لنگویج ضرور است او را خواندیم و پایتون آشنا شدیم. پایتون یعنی چی، کدام پروگرامینگ لنگویجز و چرا ضرور است، چرا در صف اول قرار داره، این را خواندیم. تو موضوع آینده ما که است، لکچر آینده از IDE شروع میشه. درست است؟